در طول هفته‌ای که گذشت، در یکی دو برنامه گذشته، خب ما یک سری صحبت‌هایی داشتیم در مورد جناب آیت الله محسنی و قاری عبدالکبیر حیدری. چیزی که باعث تعجب میشه این است که خیلیا به جایی که بیان برنامه رو ببینن، موضوعاتی که مطرح شده رو در اونجا ببینن و در مورد این که چه صحبت‌هایی شده، اسناد و مدارکی که از کتاب‌های اینها پخش شده، بیان علمی پاسخ بدن و تناقضاتی که وجود داره، توهین‌ها و اهانت‌هایی که به امهات المؤمنین و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده، اینها رو بیان با دلیل و مدرک جواب بدن. یعنی حداقلش این است که یک مسلمان غیور وقتی که این توهین‌ها و اهانت‌ها رو میشنوه بیاد رد بکنه، بگه خب حالا ایشون اشتباه کرده. شروع میکنن به فحاشی کردن، توهین کردن، اهانت کردن که بله شما نمیدونم نوکرید و شما فلانید و استخبارات فلان کشور و علان و از این حرفا. برنامه‌های روز جمعه که هست، همینطوری که دیدید ما الان در شروع برنامه 2 تماس داشتیم. هر کدام از عزیزانی که طرفدار آقای محسنی هستن و شبهاتی یا مسائلی که مطرح شده در 2 برنامه اخیر و به شکل کلیپ هم جداگانه پخش شده در شبکه، اگر در هر کدام از اینها مشکلی میبینن، ایرادی میبینن، رد علمی دارن، حرفی برای گفتن دارن، لطف کنن، بزرگواری بکنن، شماره تلفن مستقیم ما درج شده است، بیان زنگ بزنن، تماس بگیرن و بیان بکنن، حرف دلشون رو بگن، به جای اینکه بیایید در پشت کامپیوتر بشینید، در فیسبوک و در یوتیوب کامنت بزنید، فوش بدید، توهین بکنید، تهمت بزنید. بیاید علمی پاسخ بدید. اگر واقعا در جایی مسئله نادرستی بیان شده، بیاید دفاع بکنید. همچنین قاری عبدالکبیر حیدری، ایشان هم آمده، یا همون شکیب جان که علاقه شدیدی هم به موسیقی دارن و طبق سخنان بعضی از کسانی که از قبل از اینکه قاری قرآن بشن با ایشان آشنا بودن، میگن تازه داشت دستش به طبله و به ساز و این چیزا رو میشد که خدا زد و قاری شد. البته اینکه خدا زد و قاری شد به خاطر این است که ما بعضی قاری‌های خدا زده داریم که الله سبحانه و تعالی از اینها به عنوان هیزم جهنم استفاده می‌کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می‌فرمایند که 3 گروه هستند که جهنم رو به وسیله آنها آتش رو روشن می‌کنند و اینا به اصطلاح هیزم جهنم هستند. شاید این گروه ها رو بعضی فکر بکنن حتما ملحدین هستن، مشرکین هستن، فلان هستن. میدونید اینا کیا هستن؟ قاریای قرآن، عالمان دین و کسانی که پولشان رو در راه خدا خرج میکنن. چرا قاری قرآن؟ کسی که قرآن رو به خاطر این یاد گرفته باشه که بگن به به عجب صدایی داره، به خاطر پول، به خاطر منصب، به خاطر منفعت که جای تلاوت بکنن مردم به به و چهچه بکنن، هدفش اگر این باشه، این است هیزم جهنم. عالمی که به علمش عمل نکنه، عالمی که فقط به خاطر این دعوتگر و عالم شده باشه که مردم تعریف و تمجیدشو بکنن، بگن به به عجب عالمی، عجب آقایی، عجب مولوی و مولانا و داملا و آیت الله و حجت الاسلامی، این هم هیزم جهنم است. و کسی که پول خود رو در راه خدا خرج میکنه اما هدفش ریا باشه که مردم بگن به به عجب انسان خوبی و عجب انسان که صدقه میده و پولش در راه الله سبحانه و تعالی خرج میکنه. و شهیدی که هدفش از کشته شدن در راه الله یا جهاد در راه الله سبحانه و تعالی اعلای کلمت الله نباشد، بلکه هدفش چی باشد؟ هدفش این باشد که مردم بگن به به عجب قهرمانی، عجب شجاعی، عجب کسی که در راه به اصطلاح وطنش و در راه قوم و قبیله و فلان و علان جهاد کرد.